سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ ممنونم که قسمت اول رو خیلی خوب حمایت کردین و من خیلی خوشحال شدم بابت این حمایتی که شما کردین. خیلی قوی بود، خصوصا واسه چنل مایی که واقعا تعدادش کمه و هنوز به اون مقدار لازم نرسیده، ولی اینکه وقتی میبینم این همه افرادی که به من عشق میدن و حمایت میکنن، به من انرژی میدن، واقعا برام لذت بخشه. خب بچه ها، در قسمت قبلی ما چیکار کردیم؟ اومدیم راجع به صرافی ها صحبت کردیم، راجع به کیف پول ها صحبت کردیم، انواع کیف پول ها و ولت ها، و اینکه به صورت مقدماتی گفتیم صرافی خارجی ایرانی چیه، چه خدماتی قراره به ما بدن، و خدمت شما عرض کنم که به صورت مقدماتی یعنی فقط صحبت کردیم اینکه بازار فیوچرز چیه، بازار خدمت شما عرض کنم اسپات چیه. اینها قراره بریم تو دلشون، قشنگ راجبشون توضیح بدیم، یاد بگیریم که چطوری میتونیم از این بازار سود بگیریم. امیدوارم که ویدیوی خوبی داشته باشیم. خب قبل از هر چیزی یک موضوع مهمی است که من باید راجبش باهاتون صحبت کنم. خب این موضوع مهم چیه؟ بچه‌ها، مدیریت سرمایه است این موضوع. خب مدیریت سرمایه چطوری بهتون بگم؟ از اینجا شروع میکنیم که ما حدوداً $10 مثلا پول داریم. خب شمایی که میخواین داخل یک بازار خدمت شما عرض کنم ریسک کنید، حالا ممکنه سود بشه یا ضرر بشه، آیا همه پولتون رو وارد این بازار میکنین؟ کل $10 رو وارد این بازار میکنین؟ خب قطعا میگین نه. چرا؟ چون ممکنه من دیگه بعد از اینکه اومدم این مثلا $10 رو گذاشتم، پولم صفر بشه. خب چون همه اینا احتمالات هستش. خب این از این. خب از چیکار میکنین؟ با خودتون فکر میکنین، خب میگین من از این $10 $2 رو جدا میکنم و میام داخل این بازار ریسک میکنم، شاید سود کردم شاید ضرر کردم. پس بچه ها همیشه حواستون باشه که شما باید مدیریت سرمایه داشته باشین. یعنی اگر مدیریت سرمایه نداشته باشین قطعاً شکست میخورید. خب این از موضوع اول که میخواستیم راجبش صحبت کنیم. بچه ها قرار بود من داخل قسمت قبلی گفتم که بریم صرافی ها رو آموزش بدیم، چطوری خرید و فروش کنید و اینها. خب میریم که شروع کنیم. خب ما اول میایم داخل صرافی ایرانی، صرافی بیت پین. خب بچه ها، ما اومدیم مثلا داخل یه صرافی ثبت نام کردیم. ثبت نام صرافی که کاری نداره، میرین حالا یه شماره و رمز میدین یا جیمیل و رمز، و وقتی که رفتین داخل صرافی یه احراز هویت باید انجام بدین، حالا با کارت ملی، شناسنامه و اینها، که در نتیجه خدمت شما عرض کنم احراز هویت انجام میشه و میتونین معاملاتتون رو انجام بدین. جدیدن یه قانون وضع شده که شما مثلا موقعی که یک مقدار پولی رو میرین ارز میخرین و بخواین ارز رو به یک ولت یا کیف پولی برداشت کنین، 72 ساعت یعنی 3 روز طول میکشه که شما بخواین اون ارز رو بردارین. که این قضیه واسه پلیس فتح است. حالا نمیدونم چرا انقدر باید طول بکشه، واقعا این خیلی عذاب دهنده است، ولی خب دیگه قانونیه که گذاشتن دوستان عزیز. خب ما میخوایم شروع کنیم. یه صرافی داریم، میخوایم ببینیم که
به چه صورت هستش؟ ما روی گزینه واریز میزنیم. بعد حالا ما که نمیخوایم رمز ارز اول از همه واریز کنیم، ما میخوایم تومان واریز کنیم. پس این گزینه رو میزنیم. داخل همه صرافی ها بچه‌ها، صرافی ایرانی، واریز تومان و برداشت رمز ارزها همه اینا به یه شکله. حالا من یک نمونه صرافی آوردم که اونم صرافی بیت پینه. و اینا شما هر صرافی که دلتون میخواد میتونید این عملیات رو انجام بدید. خب اینجا رو نگاه کنید. ما میتونیم از طریق واریز شناسه‌دار واریز کنیم داخل صرافی، از طریق کارت به کارت، از طریق واریز مستقیم. همه این گزینه‌ها هست. حالا به نظر من کارت به کارت گزینه بهتری میتونه باشه، برای من راحت تره. واریز مستقیم هم خیلی سریعه. خب این از این. ما اومدیم تومان رو واریز کردیم. بعد حالا ما تومان رو واریز کردیم. خب بچه‌ها میخوایم چی بخریم؟ ممکنه ما دلمون بخواد که سرمایه گذاری کنیم روی یک رمز ارز مثل بیت کوین. خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم پایین روی گزینه خرید و فروش میزنیم به این صورت. خب بچه‌ها اینجا برای خرید و فروش گزینه مختلفی وجود داره، ممکنه گیج بشید. دقت داشته باشید. چقدر صدای موتور و ماشین میاد. ایوا میاین اینجا، بعد رو گزینه اثبات باید باشه. خب اگر بخوایم بخریم روی این گزینه میزنیم خرید. خب این 4 تا گزینه چیا هستن؟ ما با این گزینه که کاری نداریم، اینا رو میخوایم توضیح بدیم. ما یه گزینه داریم به نام لیمیت. لیمیت چیه؟ لیمیت زمانی که شما یک حدی رو، یه حد قیمتی رو مشخص میکنید که صرافی وقتی که اون ارز به اون سطح مشخصی از قیمت رسید، به اون حدی که خودتون مشخص کردید، اون ارز رو میخره. این از این. خب مارکت چیه؟ مارکت لحظه‌ایه، یعنی شما خرید رو سریع همون لحظه انجام میدید به هر قیمتی که باشه. خوبه، نمودارم آورد. استاپ لیمیت هم مثل همین لیمیت میمونه. خب یعنی چی؟ یعنی شما یه حدی رو مشخص میکنی روی نمودار، بعد خود صرافی داخل همون حدی که شما مشخص کردید خرید رو انجام میده. مثلا اینجا حالا میبینیم داره بیت کوین یه روند نزولی رو طی میکنه. مثال میزنم، مثال اینا. بعد مثلا شما اینجا رو مشخص میکنید، اینجایی که مثبت رو گذاشتم، اینجا مشخص میکنید که آقا بیا اینجا برای من بخر. حالا ممکنه بیت کوین یکم بریزه بیاد اینجا طبق تحلیلای شما مثلا. بعد اینجا صرافی براتون خرید رو میزنه. اینم از این. بعد اینجا میگه که چی؟ شما میخواین 100% پولتون رو مثلا بیت کوین بخرین، 75%، 50%، 25%، بستگی به خودتون داره. فروشش هم که به همین صورت هستش. مارکت که در لحظه فروش میره، همون لحظه هر جایی که باشید براتون میفروشه. لیمیت هم و استاپ لیمیت هم که خودتون باید مشخص کنید که کجا صرافی بیاد بفروشه. این از این بچه‌ها. خب این از قضیه خرید و فروش که خیلی آسونه بچه‌ها، واقعا آسونه، کاری نداره. حالا میخوایم قضیه برداشت رمز ارز رو بهتون بگم چیه. دقت کنید. شما وقتی که یک ارزی رو میخرین میاد داخل کیف پولتون. یعنی کجا؟ یعنی داخل اینجا موجودی. لطفاً لود کن. بچه اینترنتمون خاموش بود. خب آورد. دقت کنید
ما اینجا یک رمز ارز داریم. مثلا وای چقدر این صدای ماشینا رو مخم. خب اینجا مثلا ما ارز تون کوین رو داریم. خب بعد ما میخوایم اینو برداشتش کنیم. چیکار میکنیم؟ روی گزینه برداشت میزنیم. میخوایم به کیف پول خودمون واریز کنیم. برداشت رو میزنیم. مثال این ارز تونه. برای ارزهای مختلف یک سری بلاک چین های مختلفی وجود داره که شما باید به همون بلاک چین ها برداشت بزنین. اگر بلاک چین اشتباهی رو برداشت بزنین دیگه نیست و نابود میشه، اون ارز دیگه از بین میره و مراقب باشید، خیلی خطرناکه این بازار. خب به چه صورت هستش؟ ما برای تون فقط شبکه تون رو داریم. خب یه کارمزدی رو که صرافی خودش بر میداره. بعد اینجا مبلغ برداشتتون رو مشخص میکنید. مثلا میخواین 1 تن بردارید، 2 تن بردارید، هر چقدر دلتون میخواد. آدرس کیف پول. بچه اینجا باید آدرس کیف پولتون در بخش رسیو اونو بردارید، کپی کنید و اینجا پیست کنید به همین راحتی. حالا اینجا اگه خواستید میتونید کامنت یا ممو بذارید، یعنی مثلا وقتی براتون واریز میشه به چه اسمی براتون واریز بشه. مثلا اگه از طرف صرافی بیت پین اومده، از طرف مثلا یک شخص X اومده، Y اومده و اینها، و در نهایت درخواست برداشت میزنید و تمام. حالا ما مثلا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم رمز ارز رو مثلا از کیف پول به صرافی وارد کنیم. خب به چه صورت؟ الان مشخص میکنیم. خب موجودی که هستیم واریز رو میزنید، واریز رمز ارز رو. بعد روی این گزینه میزنیم. نتمونم وصل، مشکل چیه؟ داستان چیه نمیدونم. خب یه لحظه بچه ها، من نتو درست میکنم برمیگردم. خب در ادامه بچه اومدیم بخش واریز رمز ارز. نگاه کنید ما رمز ارزمون رو مثلا انتخاب میکنیم، میخوایم چی واریز کنیم به این صرافی. مثلا میگیم بیت کوین. خب انتخاب شبکه. خب از چه شبکه‌ای میخوایم بریزیم؟ بچه ها بهترین شبکه برای واریز بیت کوین یا برداشت بیت کوین هستن. کلا همه واریزها و برداشت‌ها و همه چی، بهترین شبکه برای بیت کوین BEP20 BSC. این بهترین، چون از همه کمتر کارمزد میگیره و خیلی خوبه. این شبکه رو میزنید. حالا شما میخواین تو صرافی واریز انجام بدید، ولی داخل کیف پولی که داخل ولتتون بیت کوین دارید میخواین چی انجام بدید؟ برداشت انجام بدید. پس حواستون باشه موقع برداشت بیت کوین رو شبکه حتما BEP20 یا BSC باشه که به مشکل نخورید. اینم که آدرس واریزشونه. موقع برداشت از کیف پول این آدرس رو کپی میکنید و در اونجا پیست میکنید. اگرم کامنت یا مموی نیاز داشت که اینجا فعلا صرافی بیت پی نیاز نداره، اونجا وارد میکنید. حتما اگر به ممو یا کامنت نیاز داشت
باید اونجا کپی پیست کنید. چرا؟ اگر که این کار رو نکنید ممکنه سرمایه‌تون از بین بره. اینم از این. خب با روند صرافیه حالا ایرانی، البته برای صرافی خارجی هم همینطوری هستش، آشنا شدیم. میریم سراغ کوینکس. ما یه اول فیلتر شکم روشن کنیم. این بس میشه دوست عزیزمون. خب امیدوارم که وصل باشی. میریم صرافی کوینکس. اگر نیاورد من لحظه ای ویدیو رو قطع کنم دوباره بیارمش. خب من قطع میکنم الان میام. خب من صرافی کوینکس رو آوردم. حالا برای مراحل اولیه چی کار میکنید شما؟ بچه‌ها شما قبلش حتما باید چیکار کنید؟ باید بیاید روی این گزینه‌ای که اینجا هست بزنید و ثبت نام انجام بدین. یه جیمیل رو رمز میخواد و اینجا دیگه نیاز به احراز هویت نداره. خوبیش اینه صرافی کوینکس. این از این. حالا اولین کاری که میکنید برای راحتی کار، میاین زبانش رو عوض میکنید. چیکار میکنید؟ روی فارسی میزنید. خب این از این. حالا میایم شروع میکنیم. از کجا شروع کنیم بچه ها؟ خب اینا رو که کاری نداریم. خب اینجا رو دقت کنید. وقتی که شما روی معاملات میزنید، میخوام در مورد چی صحبت کنم؟ در مورد اسپات و فیوچرز. وقتی روی معاملات میزنید یه بخشی به نام معاملات اسپات میاد. روی این گزینه بزنید. وقتی که روی این گزینه زدید اینجا به واسطون چارت های ارزها رو میاره، نمودار ارزها رو میاره. خب میایید پایین تر چیکار میکنید؟ میایید مثلا قیمت دلخواه اینجا نوشته. شما یه قیمت مثل همون لیمیت میمونه، یه حد مشخصی رو میذارید که صرافی بیاد اون ارز رو براتون روی اون قیمتی که شما مشخص کردید بخره. خب حالا قیمت بازار چیه؟ قیمت بازار هم دقیقاً مثل همون مارکته که چی؟ که مثلا همون لحظه که اون ارز رو خریدید رو همون قیمت سریعاً و بلافاصله براتون میخره. فکر کنم اثبات. خب بچه‌ها من آموزشش رو تو صرافی ایرانی دادم. حالا اونجا به اسم خرید و فروش رمز ارز بود، اینجا هم انگلیسیش میشه اثبات قیمت دلخواه. اینم مثل همون قیمت دلخواه هستش. خب اوکی. حالا واسه فروشش چطور؟ واسه فروشش هم مثل خریدش، قیمت دلخواه تو کجا میخواین بفروشین، قیمت بازار همون لحظه میفروشین. اینم که استاپ قیمت دلخواه مثل قیمت دلخواه میمونه. اینم از این. ما اثبات رو گفتیم تقریبا و این کوینی یا توکنی که شما خریدید در نهایت میره تو کیف پولتون نگه داشته میشه. حالا میریم سراغ یک بازار خیلی خطرناک که باید همیشه مدیریت سرمایه‌تون رو تو این حفظ کنی، به اسم معاملات فیوچرز. قبلش من این معاملات دمو رو توضیح بدم و کپی تریدینگ. ببینید معاملات دمو برای یادگیری بیشتر راجع به کریپتو از خیلی به دردتون میخوره. مثلا صرافی میاد یک $10 فیک، یعنی واقعی نیست، بهتون میده، میگه با این $10 برین بازار فیوچرز باز کنید. بعد مثلا ممکنه حالا شما سود کنید یا ضرر کنید.
مهم نیست، مهم اینه که یادگیری شما بیشتر میشه. حساب دمو کلا واسه اینه که شما ترید کنید بدون هیچ هزینه‌ای و هیچ سود و ضرری، فقط جهت یادگیریه. این از این. کپی تریدینگ چیه؟ بچه ها یک سری اشخاص معروف و با تجربه هستن تو بازار که همیشه وقتی ولت هاشون رو چک کنید ببینید این افراد دارن سود میکنن. خب شما این کپی تریدینگ رو وقتی بزنین دارین از اون افراد پیروی میکنین. وقتی یه مقدار پول داخل ولتتون دارین، هر ارزی رو که اون فرد داره اون شخص میخره، کیف پول شما هم همون ارز رو میخره. حالا ممکنه سود شه یا ضرر، این دیگه به خودتون بستگی داره. معاملات فیوچرز کسب سود دو طرفه. یعنی چی کسب سود دو طرفه؟ یعنی شما هم از ریزش بازار هم از صعود بازار میتونید سود بگیرید. این یکی از جنبه‌های مثبت بازار فیوچرز. خب میایم پایین‌تر، اینجا رو ببینید. ما یه چیزی داریم به نام ایزوله و کراس. خب ایزوله چیه بچه‌ها؟ دقت کنید. ایزوله وقتی شما خب کلا تو ولتتون $1000 دارین، این ایزوله چیکار میکنه؟ مثلا شما $200 رو میارین داخل بازار فیوچرز. خب این $200 شما حالا میتونید توی لانگ باز کنید یا شورت باز کنید. زمانی که بازار صعودی باشه لانگ باز میکنیم، زمانی که نزولی باشه شورت باز میکنیم. خب این ایزوله میخواستیم ببینیم چی کار میکنه. وقتی شما $200 رو میذارین و بازار برخلاف جهت میره، برخلاف جهت مورد انتظارتون، مثلا فکر میکنین بازار میخواد صعود کنه ولی نزول کرده، خب قطعا ضرر میکنید، پولتون صفر میشه. خب وقتی ایزوله چیکار میکنه؟ وقتی پولتون صفر شد دیگه از اون $800 مابقی که تو ولتتون بود پر نمیداره، همون $200 رو صفر میکنه و معامله بسته میشه و بهش میگن لیکوید شدن. کراس چیه بچه؟ کراس وقتی که شما $1000 تو ولت دارین، $200 رو وارد بازار فیوچرز میکنید، برخلاف روند نظرتون بازار پیش میره، شما ضرر میکنید، این $200 صفر میشه. حالا کراس اینجا چیکار میکنه؟ برای اینکه معاملتون بسته نشه، لیکوید نشین، از بقیه اون $800 برمیداره میاره تو بازار فیوچرز. یعنی ممکنه $800 کمتر بشه، ممکنه مثلا بشه $799 و یه دفعه دوباره بازار صعودی بشه و شما برید تو سود. و فایده کراس اینه، شما اگه میخواین کمتر ریسک کنید ایزوله باز کنید، اگه نه خیلی فرد پر ریسکی هستید میتونید کراس باز کنید. اینم از این. خب بازار فیوچرز قیمت دلخواه لیمیت میذارید بر اساس نمودار. مثلا من لیمیت میذارم که اینجا بیاد بر من لانگ باز کنه، پوزیشن لانگ باز کنه. خب میاد اینجا شروع میکنه پوزیشن لانگ رو باز کردن. خب بعد اگه از اینجا کندل سبز زد بالاتر رفت به ما سود میده، اگه پایین تر رفت به ما ضرر خواهد داد. حالا راجع به فروش یا شورت، خریدم که میدونید مساوی با لانگ. خب داخل فروش به چه صورت هستش؟ قیمت دلخواه میذارم، آقا اومدی اینجا شورت رو باز کن، نمودار رفت بچه ها به همین زیبایی. خب اشکال نداره. مثلا من اینجا میگم آقا اینجا رسیدی شورت رو باز کن، پوزیشن شورت. خب اینجا برام باز میکنه و وقتی که نمودار بریزه ما سود میگیریم ازش، وقتی که بالاتر بره ما ضرر میشیم. حالا راجع به این که ما ایزوله رو
چند ایکس بذاریم بهتره. آقا اگر شما میخواین ریسک زیادی کنید، هرچی این ایکس ها بیشتر بشه قطعا به شما سود بیشتر و ضرر بیشتری خواهد داد، شما رو سریعتر لیکوید میکنه. اگر نه یک فرد کم ریسکی هستید، 10 ایکس خوبه، 8 ایکس خوبه، 5 ایکس خوبه، میتونید بیشتر هولد کنید اون ارزو. راجع به کراس هم همین صورت هستش. خب این از این. بعد از اینکه سودتون رو گرفتین یا حالا ضرر شدین میخواستین ببندین بیشتر ضرر نشین، باز میایین رو همینجا فروش، مثلا خرید زدین بعد میزنید فروش. اگه فروش زده باشید میزنید خرید که بسته باشه، یا پوزیشن رو میبندید، یه گزینه داره بستن پوزیشن. خب اینم از این. من یه آبی بخورم استراحت کنم، بریم سراغ بخش بعدی و بخش آخر. خب میریم سراغ ادامه. بچه‌ها حالا میخوایم ببینیم که اصلا ما چطوری بفهمیم که این ارزها نمودار دارن، نمودارشون چه شکلی است، در همین قیمت لحظه ایش به چه صورت هستش. خب ما چیکار میکنیم؟ میزنیم تریدینگ ویو که اینجا برامون نوشته، از قبل سرچ کرده بود. این رو سرچ میکنید، بعد روی این گزینه میزنید. خب میتونید اینجا بیاید ثبت نام کنید این بخش و یه اکانت بسازید، یا اینکه میتونید بیاد روی اینجا، برای اینکه نخواید اکانت بسازید روی اولین گزینه بزنید سوپر چارتس. یکم طول میکشه لود شه. خب من میزنم کامل لود شد، دوباره ویدیو رو استارت میکنم. اینم از نمودار. بچه ها نگاه کنید، نمودار به این شکل براتون ظاهر میشه. اولش که روی اپل میاد. خب حالا شما باید چیکار کنید؟ بیاید اضافه کنید ارزها رو کم کم، ارزهایی که میخواید رو. این مثبت رو اینجا میزنید، لطفاً بیا. خب اینجا برای اینکه ارزی رو سرچ کنید چیکار میکنید؟ مثلا ما یه ارزی داریم به نام مثلا سولانا، جا میزنیم سول، علامت اختصاریش هستش USDT. و همین راحتی. رو کدوم گزینه میزنیم بهتره؟ بایننس. صرافی بایننس از همه بهتره. بعد اینا که زنیم مثبت رو میزنیم. آها اینجا میگه که بعد اکانت بسازی، ولی خب در ادامه این میاد اینجا اضافه میشه بچه ها، توی این کنار نمودار اضافه میشه. این از این. حالا این نمودار رو ممکنه یک سری تحلیل روند داشته باشن و الان تایم فریم روزانه هستش. اینا رو داخل قسمت بعدی حتما براتون توضیح میدم. هدفمون از این ویدیو و از قسمت دومی بود که شما کاملا با صرافی ها، بازار فیوچرز، اسپات، همه اینا آشنا بشید و اینکه بفهمید چطوری برداشت کنید یا انتقال بدید، واریز تومان داشته باشید، بتونید دلار بخرید و این چیزا. در ادامه ما میریم داخل تریدینگ ویو و باقی آموزش ها رو داخل تریدینگ ویو در قسمت سوم میذاریم. دم همتون گرم، ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و به خدا میسپارمتون.